شب و روز رمضان، هر شب و هر روز بدون استثناء، الله عزوجل بندگانی رو از بندگان خودش آزاد و رهاشون میکنه از آتش دوزخ و جهنم. کیا؟ ممکنه کسانی در همون شب اول رمضان، همون شب اول هنوز روزش نشده که روزه بگیرن، اما چنان قبل از رمضان با شیفتگی، با علاقمندی، با صدق در نیت، با برنامه‌ریزی صادقانه رفتن به استقبال رمضان. خدا به دلها آگاه است، به برنامه‌ریزی‌ها، به نیت‌ها، به آرزوها و تمناهامون آگاهه. همون شب اول رمضان که میرسه، خداوند اونو از آتش دوزخ و جهنم آزاد میکند. چنین استقبالی از رمضان دارن برخیا. پس هر شب و هر روز از شب و روز رمضان الله عزوجل بندگانی رو از چی؟ از آتش دوزخ و جهنم آزاد میکنه.